اینجا تمرینات رئال مادریده. زین الدین زیدان، مردی که خودش یکی از بهترینا بود، حالا توپ رو برای بازیکن‌ها میکاره تا اینا شوت بزنن. اما چیزی که قرار اتفاق بیفته فقط یه تمرین ساده نیست. این یه آزمونه که فرق بین معمولی‌ها و افسانه‌ها رو مشخص میکنه. ستاره‌های رئال یکی پس از دیگری شوت میزنن، ولی توپ‌هاشون یکی پس از دیگری به بیرون میره. نگاه‌ها پر از ناامیدی. زیدان فقط لبخند میزنه. اما حالا نوبت کسی رسیده که برای همچین لحظاتی ساخته شده. کریستیانو رونالدو. همه نگاه‌ها روی شماره 7 رئال قفل شده. او قدم برمی‌داره. یه نفس عمیق، ضربه و توی دروازه. همه متحیرن. همه لبخند میزنن. انگار که انتظارشو داشتن، چون او کریستیانو رونالدوست. مردی که وقتی بقیه کم میارن خودش رو نشون میده. سابسکرایب یادت نره رفیق.